در موج برنامه اطلاعاتی خبر. وزارت‌های عدلیه تاجیکستان و جمهوری ازبکستان همکاری‌را تقویت می‌بخشند. در ظرف بیش از 10 سال زنان اختراعکاری تاجیکستان صاحب 27 مدال طلا گردیدند. در شهر خوجند 12 قوطی خردی پرتاب نصب شد. قسمت‌های مختلف ترکیه را سوختاری جنگل فرا گرفته است. دوام 2 روز تقریباً 500 نفر اهالی از پیامد تأثیر طوفان ریگی در جنوب و شرق ایران ضرر دیدند. با شرح بیشتری این و دیگر خبر و رویدادها با شما هستم مرتبه رحمان و سلام. مسئله‌های آموزشی تجربه ازبکستان اوید به تشکیل و رسانیدن خدمت رسانی دولتی و رشد همکاری در سمت مذکور 23 آگوست در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان در واخوری وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان مظفر اشوریان و وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان اکبر تاشکولوف بررسی گردید. در این خصوص به امید خاور در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان خبر دادند. جانب ضمن واخوری جهت تقویت همکاری دو جانبه در سمت‌های گوناگون حقوق و مسئله‌های رشد خدمت رسانی دولتی ابراز نظر نمودند. یادآور می‌شویم که هیئت تاجیکستان با سفر کاری در ازبکستان قرار دارد. به این هیئت رهبران وزارت‌های مالیه، عدلیه و بانک ملی شامل می‌شوند. از سال 2012 تا این جانب 57 نفر زن‌های اختراعکاری تاجیکستان با پیشنهاد 66 اختراع خود در فورم‌ها و نمایشگاه‌های سطحی بین‌المللی صاحب 27 مدال طلا از جمله 2 مدال طلای سازمان عمومی جهانی مالکیت ذهنی، 28 مدال نقره و 17 مدال برنج گردیدند. در 3 محله شهر خوجند 12 قوطی خردی پرتاب نصب گردید. این قوطی‌های خردی پرتاب اساساً در جایهای جمعیتی جایگیر شده به حفظ اکولوژی شهر مساعدت می‌نمایند. در این خصوص امید خاور با استناد به خدمات مطبوعاتی رئیس شهر خوجند خبر می‌دهد. اقدام مذکور از جانب خوانندگان برنامه دستمزد خردی دسترسی شهر خوجند عملی گردید. خوانندگان در کنفرانس هر ساله منطقوی اوسنت اوید به معرفت اکولوژی اشتراک نموده برای لایحه خود خوانندگان اکسیس ضد پرتاب گرانت خورده به دست آوردند و قوطی‌های پرتاب را نصب نمودند. محصلین برنامه مذکور تصمیم گرفتند که من بعد نیز در حفظ محیط زیست و تازگی شهر خوجند فعالانه اشتراک نموده بهره بلند برداشتن معرفت اکولوژی اهالی و آبادانی و سبززارکنی شهر باستانی خوجند جد و جهد نمایند. دوامی چند روزی اخیر در منطقه‌های دشت و جنگلی یکچند مضافات ترکیه با سوختار بزرگ مبارزه فعالانه برده ایستادند. تا امروز میدان عمومی سوختار بیش از 1500 گکتار را تشکیل می‌دهد. در این خصوص امید خاور با استناد به ابی کازین فرم خبر داده است. موافق معلومات اداره پیشگیری و واکنش به حالت‌های فوق‌العاده نزد حکومت ترکیه شماره زیادی آدمان و تجهیزات مخصوص در منطقه آفت‌های طبیعی برای خاموش‌کنی سوختار عمل می‌نمایند. در مضافات چندکالی 68 ماشین آبکش و تکنیک سرشماری ضد سوختار مبارزه می‌برند. اینچنین 10 هواپیما و 26 چرخ بال به این کار جلب گردیدند. با وجود این از سبب دود غوث و بد بودن بینش در منطقه کاری هواپیماهای سوختار نشان مشکل گردیده است. دوامی 48 ساعت اخیر 488 نفر در نتیجه طوفان ریگی که مضافات سیستان و بلوچستان را در جنوب و شرق ایران فرا گرفت ضرر دیده است. خدمات یاری تعجیلی محلی اطلاع دادند که دوامی 2 روزی اخیر 488 نفر برای کمک طبی مراجعت نمودند که 64 نفرشان تحت نظارت طبیبان قرار دارند. علاوه بر این 1 نفر در بیمارخانه که او را پس از حادثه مربوط به بد شدن بینش افقیش به اینجا رسانیدند فوتید. خدمات یاری تعجیلی به شخصان شامل گروه خطر توصیه می‌دهند که هنگام به بیرون برآمدن از نقاب‌های نفس‌کشی استفاده برند. در همینجا میرسیم به فرجام برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه‌های دیگر خیر. برنامه اطلاعاتی خبر. از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.